خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دانش آموزان گرامی. رسیدیم به جلسه سوم فصل تابع. امیدوارم که مباحث جلسات اول و دوم رو به خوبی تمرین و تکرار کرده باشید و با انرژی بریم سراغ جلسه سوم. سوال 11 گفته هر کدام از توابع زیر در چه بازه‌هایی اکیداً صعودی و در چه بازه‌هایی اکیداً نزولی هستند. خب، شکل الف. اگه دقت کنید این نمودار از منفی بی‌نهایت تا دوی بسته اکیداً صعود کرده. پس از منفی بی‌نهایت تا دوی بسته اکیداً صعودی. دوباره از 3 بسته تا بی‌نهایت اکیداً صعودی هستش. از 3 بسته تا مثبت بی‌نهایت اکیداً صعودی هستش. پس توی 2 تا بازه اکیداً صعودی بود. حالا من یه سوال بپرسم. به نظر شما این تابع تو دامنه خودش اکیداً صعودی هستش؟ این که میگیم تو دامنه خودش یعنی به صورت کلی بهش نگاه کنیم میتونیم بگیم کلا این تابع اکیداً صعودیه؟ من میگم خیر. میدونید چرا میگم خیر؟ چون این نقطه طولش 2 هستش، این نقطه طولش 3 هستش. هر دو تا نقطه هم توپر هستند. نگاه کنید ایکس تون زیاد شده ولی وای تون تغییری نکرده، ثابت مونده. پس این از حالت اکید خارج شده. یعنی اگه اینو بهتون بگن این تابع در دامنه خودش اکیداً صعودیه، این غلطه. پس شما اگه مثلا اینو به این صورت بنویسید، بگید از منفی بی‌نهایت تا 2 اجتماعش از 3 تا بی‌نهایت این اکیداً صعودیه، من میگم غلطه. چرا؟ چون این تابع تو دامنه خودش اکیداً صعودی نیست. تو دامنه خودش صعودی هست ولی اکیداً صعودی نیست. خب پس اینا رو جدا جدا باید بنویسید یا اینکه بینشون و بذارید، میگید تو این بازه و تو این بازه اکیداً چیه؟ صعودی هستش. اما این یکی تابع از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت اکیداً صعودیه، چون به صورت اکید صعود کرده. این یکی تابع از منفی بی‌نهایت تا 0، از منفی بی‌نهایت تا 0 بسته اکیداً نزولیه. از 0 بسته تا مثبت بی‌نهایت اکیداً صعودیه. پس این یک تابع غیر یک نوا هستش، چون یه بخشیش نزولی بخشیش صعودی، یعنی نه صعودی نه نزولی. ولی از منفی بی‌نهایت تا 0 اکیداً نزولی، از 0 تا بی‌نهایت هم اکیداً صعودی هستش. این یکی تابع، این تابع کلاً اکیداً صعودی هستش، یعنی از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت اکیداً صعودی هستش. این تابع هم اکیداً صعودی هستش ولی دامنش از 0 باز تا مثبت بی‌نهایت. پس این از 0 باز تا مثبت بی‌نهایت اکیداً صعودیه. حواستون باشه این تابع نباید بگید از 0 بسته تا بی‌نهایت، چون خود 0 جزء دامنش نیست. این هیچ موقع برخورد نمیکنه با محور وای ها، میل میکنه به سمت محور وای ها. پس از 0 باز تا بی‌نهایت. اما مورد بعدی خیلی خوب باید دقت کنید به این مورد جیم، چون بسیار پر اهمیت هستش. این تابع از منفی بی‌نهایت تا 0 باز اکیداً نزولیه، چون داره نزول میکنه. و از 0 باز تا بی‌نهایت، از 0 باز تا بی‌نهایت هم دوباره اکیداً نزولیه. اما این تابع تو دامنه خودش اکیداً نزولی نیستا. چرا؟ چون این داشته نزول میکرده داره میاد پایین، بعد یه دفعه شدیداً پرش داشته بالا، یعنی شدیداً صعود کرده. متوجهید؟ پس ببین نزولی اکیداً نزولی یه دفعه اومده بالا، بعد دوباره داره نزول میکنه. پس این غیر یک نوا هستش، یک تابع یک نوا نیست. ولی میتونم بگم از منفی بی‌نهایت تا 0 اکیداً نزولی،
از صفر تا بینایت هم دوباره اکیداً نزولی، ولی به صورت کلی این تابع تو دامنه خودش اکیداً نزولی نیست. یعنی الان این خودش جدا، اینم خودش جدا، جفتشون اکیداً نزولی هن. ولی من اگه بیام این دوتا رو مثلا بینشون اجتماع بذارم، بگم از منفی بینهایت تا صفر اجتماعش از صفر تا بینهایت، بگم این اکیداً نزولیه، این چیه؟ غلطه. چون تو دامنه خودش اکیداً نزولی نیست و باید بذارید تو این بازه و تو این بازه اکیداً نزولیه، ولی تو دامنه خودش یک نوا نخواهد بود. این تابع خیلی ساده است. از منفی بینهایت تا صفر بسته، از منفی بینهایت تا صفر بسته اکیداً صعودیه. از صفر بسته تا مثبت بینهایت هم اکیداً نزولیه. پس این تابع نه صعودیه نه نزولی. حواستون باشه به صورت کلی تو دامنه خودش نه صعودی نه نزولی. ولی مثلا این خودش یه قسمت اکیداً صعودی، این قسمت اکیداً نزولی. پس این تابع به صورت کلی غیر یک نوا هستش. ولی خب حالا این سوال اصلا بحثی رو یک نوایی نداشته. میگه بگید تو کدوم باز اکیداً صعودی، تو کدوم باز اکیداً نزولی. این اکیداً صعودی، این اکیداً نزولی. این یکی تابع. قسمت اکیداً صعودیش میشه این اکیداً صعودیه. قسمت اکیداً صعودیش میشه از منفی پی دوم بسته تا مثبت پی دوم بسته. این میشه قسمت اکیداً صعودیش. اما اکیداً نزولی دو تا قسمت اکیداً نزولی داره، یکی این یکی هم این میشه از منفی پی بسته تا منفی پی دوم بسته، منفی پی بسته تا منفی پی دوم بسته. این یکی هم از پی دوم بسته تا پی بسته. این هم میشه از پی دوم بسته تا پی بسته. پس این دوتا بازه اکیداً نزولی، این بازه هم اکیداً صعودی. این یکی هم که اگه دقت کنید اکیداً صعودی هستش. تو چه بازه اکیداً صعودیه؟ از منفی 2 بسته الی آخر، یعنی تا مثبت بی نهایت. خب این شد بحث یک نوایی. اما بریم سراغ ترکیب توابع، یکی از مهمترین مباحث فصل تابع ریاضی 12 ترکیب توابع هستش. فرض کنید که یه تابع f داشته باشیم به صورت زوج مرتب 0 و 4 2 1 6 و 2 و 7 و 0. یه تابع g هم داشته باشیم، اینم به صورت زوج مرتب نمایش داده 2 1 3 و 6 1 و 2. به من میگه تابع f o g. بچه این خونده میشه f o g. من اینو می نویسم f g x، یعنی شما f o g رو میتونید بنویسید چی؟ f g x. تا الان شما یه تابع f(x) داشتید، یعنی تابع امروز مثلا تابع شما f(x) بود، x ورودی تابع بود دیگه، درسته؟ مثلا f(x) برابر است با 5x منهای 1. بعد مثلا f2 رو از شما میخواست، به جای x 2 میذاشتید، یعنی x ورودی تابع هستش، 5 2 تا 10 منهای 1 میشد 9. اما الان توی بحث ترکیب توابع یه تابع رو به عنوان ورودی میده به یه تابع دیگه. یعنی نگاه کنید FOG یعنی FGX، یعنی GX رو انداخته داخل FX. الان بچه ها دقت کنید FGX ورودی شما X هستش، ولی X رو میدید به کی؟ به G. ببین X رو داری میدی به G، چی تولید میشه؟ GX تولید میشه. این هنوز خروجی تابع تو نیست. بعد GX رو میدی به کی؟ به F. بعد چی تولید میشه؟ FGX. پس یه بار دیگه بگم چون خیلی مهمه. الان ورودی این تابع چیه؟ X هستش. ورودی رو داری میدی به کی؟ به G. چی تولید میشه؟ GX تولید میشه. این هنوز خروجی تابع نیست. بعد تو GX رو میخوای بدی به کی؟ به F. چی تولید میشه؟ FGX تولید میشه. این FGX چیه؟ خروجی تابع هستش. پس الان ورودی X، خروجی FGX. خب بیایم اینو بسازیم که اینو بهتر متوجه بشیم. خب نگاه کنید،
من الان f g x پس f o g یعنی f g x f g x رو میخوام بسازم. اول میخوام ورودی رو بدم به کی؟ به g. چه اعدادی رو میتونم به g بدم؟ 2 3 1. فقط این سه تا هن دیگه. یعنی تو چه x هایی رو میتونی بدی به g، چه x هایی رو میتونی بدیم به g؟ فقط 2 رو میتونیم بهش بدیم، 3 رو و 1 رو. خب فرض کن من اول 2 رو میدم به g. بچه اگه 2 رو بدم به g چی تولید میشه؟ 1 تولید میشه. پس اگه 2 رو بدم به g، 2 رو بدم به g 1 تولید میشه. یعنی الان این چنده؟ 1. اینجا 1 نمی‌نویسم و 1 رو میخوام بدم به کی؟ به f. اگه 1 رو بدم به f آیا میتونم 1 رو بدم به f؟ خیر. چون اصلا f 1 رو نمیپذیره. 1 جزء دامنه f نیست. پس اینو پاک میکنم. ورودی بعدی که میتونم بدم به g 3 هستش. اگه 3 بدم میشه 6. پس 3 رو بدم به g اینجا میشه چند؟ 6. حالا 6 رو میخوام بدم به f. f 6 رو میتونم بهش بدم؟ بله. 6 بدم میشه چند؟ 2. پس ببینید 6 رو که میدی به f چیزی که تولید میشه اون میشه خروجی تابع. پس فعلا 3 و 2. بعدی دیگه چی رو میتونم بدم به g؟ 1 رو میتونم بدم. اگه 1 رو بدم به g چی تولید میشه؟ 2 تولید میشه. 2 رو میتونم بدم به f؟ بله. اگه 2 رو بدم میشه چند؟ 1. پس این شد تابع FOG. چون دیگه عدد دیگه ای نیست که بخوام به g بدم دیگه. درسته؟ خب بریم سراغ بعدی. به کمک هم g و f رو از من میخواد. g fx. پس g و f یعنی g fx. اول ورودی رو میخوام بدم به کی؟ به f. خب چه اعدادی رو میتونم بدم به f؟ 0 2 6 و 7. 0 رو بدم به f، 0 رو بدم به f چی تولید میشه؟ 4. 4 میخوام بدم به کی؟ به g. این 0 رو بدم به f 4 تولید میشه. 4 رو میدم به g. 4 رو میتونم بدم به g؟ خیر. پس اینو پاک میکنم. الان دیگه یکم سرعتمون رو ببریم بالا. 2 رو بدم به f. این g و f رو میخوام. عدد رو میدم به f. یعنی 2 رو میدم به f. میشه چند؟ 1. 1 رو میتونم بدم به g. بله. پس اگه 2 رو بدم به f میشه 1. بعد این 1 رو میخوام بدم به g میشه چند؟ 2. این از این. بعدی 6 رو بدم به f میشه 2. 2 رو میتونم بدم به g. بله. پس این رو می‌نویسم. 6 رو بدم به f میشه 2. 2 رو بدم به g میشه چند؟ 1. بعدی 7 رو بدم به f میشه 0. 0 رو نمیتونم به g بدم. پس دیگه ادامه نمیدم و تمام شد. و اینم شد تابع g و f. خب من اینا رو پاک کنم. بعدی سوال چی رو میخواد؟ f و f. f و f میشه f x. الان ورودی رو میخوام بدم به کی؟ به f. چه چیزی رو میتونم بدم به f؟ 0 2 6 و 7. اول 0 رو بهش بدیم. 0 رو بدم به f چی تولید میشه؟ 4. 0 بدم میشه 4. بعد دوباره 4 رو باید بدم به f. آیا میتونم 4 رو بدم به f؟ خیر. پس نمی‌نویسمش. حالا 2 رو بدم به f 1 تولید میشه. پس 2 رو بدم به f 1 تولید میشه. 1 رو دوباره میخوام بدم به f. خب نمیتونم 1 رو دوباره بدم به f. پس اینم نمی‌نویسم. بعدی 6 رو بدم به f 2 تولید میشه. ببین 6 بهش بدم این میشه چند؟ 2. خب اگه 6 رو به f بدم 2 تولید میشه. 2 رو دوباره باید به خود f بدم میشه چند؟ 1. پس این از این شد 6 و 1. بعدی 7 رو بدم به f چی تولید میشه؟ 0 تولید میشه. بعد 0 رو میتونم به f بدم؟ بله. پس میام اینو بنویسم. 7 رو بدم به f 0 تولید میشه. 0 رو دوباره بدم به f میشه چند؟ 4. پس خروجی میشه چند؟ 4. این هم شد تابع f و f. اما بریم سراغ ساختن تابع g و g. یعنی g x. اول ورودی رو میخوام بدم به g gx تولید بشه. بعد دوباره همون رو بدم به g که بشه خروجی. خب چیا رو میتونم بدم به g؟ مثلا 2 رو بدم 1 تولید میشه. دوباره 1 رو بدم به g میشه 2. پس میام می‌نویسم. اگه 2 رو بدم به g چی تولید میشه؟ 1. بعد 1 رو دوباره میخوام بدم به خود g. 1 رو بدم میشه چند؟ 2. پس این میشه 2 و 2.
بعدی 3 رو بدم به جی 6 تولید میشه. خب 6 رو نمیتونم به جی بدم پس نمینویسمش. اما 1 رو بدم به جی 2 تولید میشه. 2 رو دوباره بدم به جی میشه 1. اینم از این از روی زوج مرتب بود. اما بریم همین ترکیب توابع رو با ضابطه هم بررسی کنیم. مثال دیگر fx رو داده رادیکال x به علاوه 1. این رادیکال فقط روی x هستش، یک داخل رادیکال نیست. gx هم داده x به توان 2 منهای 3. حاصل f و gx و g و fx رو از ما میخواد. بچه ها f و gx رو دیدید، به جاش بنویسید f gx. بعد f gx همون fx تو فقط به جای xش چی قرار دادی؟ gx قرار دادی. پس بگو همون f فقط به جای xش میخوای چی قرار بدی؟ g قرار بدی. خب میشه رادیکال g به علاوه 1. پس یه بار دیگه بگم f و g رو بنویس f gx. بعد f gx همون fx که فقط به جای xش چی قرار دادی؟ g قرار دادی. میشه f g دیگه، میشه رادیکال g به اضافه 1. حالا الان مقدار g رو بیا جایگذاری کن، میشه رادیکال. الان میشه یعنی به جای g من x به توان 2 منهای 3 قرار میدم. این به علاوه کم که بیرون رادیکاله. این شد f و g. دیگه ساده تر از اینم نمیشه. اما بریم سراغ g o f. g o f رو من میبینم می‌نویسم g f x. پس g o f یعنی g f x. حالا g f x همون g x انگار به جای xش f x قرار دادی. پس همون gx فقط به جای xش میخوای چی قرار بدی؟ f قرار بدی. پس این میشه f به توان 2 منهای 3. حالا f به توان 2 مگه f این نیست؟ یعنی رادیکال x به علاوه 1 به توان 2 منهای 3. دوست داشتی اینو همینجوری نگه دار، ولی من میخوام یکم ساده تر بنویسمش. این اتحاد مربعه. اولی به توان 2 میشه x به علاوه 2 برابر اولی در دومی. 2 در رادیکال x در 1 میشه 2 رادیکال x. 2 رادیکال x. دومی به توان 2 میشه 1. خب یه دونه 1 اینجا دارم. بعد منهای 3 هم که بیاد کنارش 1 منهای 3 میشه منفی 2. این هم شد ضابطه GOF. اما بریم سراغ دامنه توابع مرکب. بچه من اول درسنامه تا مرکب رو دارم میگم، بعد الان میریم کلی نمونه سوال تو این جلسه و جلسه بعد فقط از تابع مرکب حل میکنیم. دامنه توابع مرکب. اول بریم دامنه GOF رو بسازیم. GOF یعنی چی؟ یعنی GFX. بسیار پر اهمیت هستش دامنه توابع مرکب. اول اینو بخواید بسازید خوب گوش بدید. x رو میخوام بدم به کی؟ به f. پس xت باید عضو دامنه f باشه، به شرطی که یا به قسمی که پس اول تو x رو میدی به f. چه x هایی میتونی بدی به f؟ فقط x هایی که عضو دامنه f باشن دیگه. مثلا رو زوج مرتب نگاه کنید، ما مثلا چه x هایی رو فقط به g میدادیم؟ میتونستیم فقط 2 3 و 1 رو بدیم. چرا فقط این سه تا رو تونستیم؟ چون فقط این سه تا عضو دامنه g بودن. پس اینجا میگیم که x باید عضو دامنه چی باشه؟ f باشه، به شرطی که حالا میخوای خود fx رو بدی به کی؟ به g. خب تو زمانی میتونی fx رو بدی به g که این fx عضو دامنه g باشه. پس به شرطی که fxت عضو دامنه g باشه. تمام شد. بعدی دامنه FOG. FOG رو میبینی بنویس F GX. خب اول تو میخوای x رو بدی به کی؟ به g. پس x باید عضو دامنه g باشه، به شرطی که حالا میخوای gx رو بدی به f. خود gxت عضو دامنه f باشه. اینم از این. بعدی GOG.
اول این جی او جی رو اگه دوست داشتی بنویس جی ایکس. حالا اول ایکس رو میخوای بدی به کی؟ به جی. پس ایکس عضو دامنه جی، به شرطی که یا به قسمی که خود این جی ایکسه، الان میخوای جی ایکس رو بدی به جی، عضو دامنه جی باشه. اینم از این. مثلا دامنه اف او اف رو از من بخواد، اف او اف رو می‌نویسم اف ایکس. اول میگم که x رو میخوام بدم به f، پس x باید عضو دامنه f باشه، به شرطی که fx عضو دامنه f باشه، fx عضو دامنه f باشه. اینم از این سوال، اینم از این در واقع موضوع. اما بریم سراغ حل نمونه سوالاتی از بحث ترکیب توابع. خب سوال گفته که اگر تابع G به این صورت باشد، یعنی به صورت زوج مرتب، تابع F هم به این صورت باشد، تابع GOF را در صورت امکان بنویسید. خب GOF به این صورته، میگم G Fx. اول ورودی رو میدم به کی؟ به F. چیا رو میتونم بدم به F؟ 0 5 3 منفی 2. بعد چی تولید میشه؟ Fx تولید میشه، یعنی منفی 1 2 5 و 4. اینا رو میخوام بدم به کی؟ به جی. خب بچه ها بیاییم با هم این سوال رو حل کنیم. 0 رو بدم به f چی تولید میشه؟ منفی 1. حالا اینو میخوام بدم به جی. آیا منفی 1 رو میتونم بدم به جی؟ بله. پس مینویسم 0 رو بدم به f منفی 1 تولید میشه، منفی 1 رو بدم به جی میشه چند؟ 4. پس خروجی میشه 4. بعدی دیگه چی رو میتونم بدم به f؟ 5 رو بدم به f 2 تولید میشه، پس 2 رو هم میتونم بدم به جی. پس مینویسم 5 رو بدم به f 2 تولید میشه. حالا 2 رو بدم به جی میشه 0، پس میشه 5 و 0. بعدی 3 رو بدم به f 5 تولید میشه، 5 رو باز میتونم بدم به جی. پس 3 رو بدم به f 5 تولید میشه، 5 رو بدم به جی میشه منفی 7. میشه منفی 7. منفی 2 رو بدم به f 4 تولید میشه که 4 رو نمیتونم به جی بدم، پس تموم شد. این شد تابع GOF. بعدی f رو داده، g رو داده، توابع FOG و GOF رو گفته به دست آورید. اول من بیام FOG رو بنویسم. FOG یعنی FGX. خب اول x رو میدم به کی؟ به g. خب 5 رو میتونم بدم به جی میشه 7، بعد 7 رو باید بدم به f. خب میتونم، پس مینویسم 5 رو بدم به جی میشه چند؟ 7. 7 رو بدم به f میشه چند؟ 8. 3 رو بدم به جی میشه 5. 3 رو بدم به جی میشه 5. 5 رو بدم به f میشه 3. 7 رو بدم به جی میشه 9. بعد 9 رو بدم به f میشه 8. 9 رو بدم به جی میشه 11. 11 رو بدم به f میشه 4. این شد تابع FOG. حالا بریم تابع GOF رو بنویسیم. GOF یعنی G Fx. خب اول ورودی رو میخوام بدم به f. 7 رو بدم به f 8 تولید میشه. حالا 8 رو باید بدم به g. 8 رو میتونم بدم به g؟ خیر. خب پس این هیچ. 5 رو بدم به f 3 تولید میشه. 3 رو بدم به g میشه 5. 9 رو بدم به f 8 تولید میشه. خب 8 رو نمیتونم به g بدم. 11 رو بدم به f 4 تولید میشه. 4 رو باز نمیتونم به جی بدم، پس همین در واقع 5 و 5 تنها در واقع عضو تابع GOF بود. خب اینم از این سوال. خب سوال 14 گفته که مشخص کنید کدام یک از جملات زیر درست و کدام یک نادرست است. گفته اگر
fx اون باشه x2 منهای 4 و gx هم رادیکال x2 منهای 4، آنگاه FOG 5 میشه منفی 25. خب باید چک کنیم که این درست هستش یا غلطه. FOG 5 بچه FOG 5 یعنی FG 5. خب FG 5 اول 5 رو میخوایم بدیم به کی؟ به G. 5 رو بده به G میشه 25 منهای 4 21. بعد رادیکال 21. پس این میشه چی؟ رادیکال 21. پس باید F رادیکال 21 رو حساب کنم. F رادیکال 21 به جای xش رادیکال 21 بذار. رادیکال 21 به توان 2 میشه 21 منهای 4 میشه 17. خب در صورتی که این گفته بود منفی 25، پس این غلطه. بریم سراغ ب. F7 رو داده 5، G4 هم داده 7، بعد حالا گفته FOG4 میشه 5. خب بیایم بررسی کنیم. FOG4 یعنی چی؟ یعنی FG4. خب FG4 G4 رو نگاه میکنم داده چند؟ 7. پس این چنده؟ 7 هستش. حالا F7 میشه 5. خب کاملا درسته، گفته FG4 5. خب ما هم اینجا 5 به دست آوردیم. بعدی fx رو داده رادیکال x، gx هم داده 2x منهای 1، آنگاه گفته FOG 5 میشه g2. خب بریم اول FOG 5 رو حساب کنیم. FOG 5 یعنی FG 5. خب اول 5 رو میخوام بدم به G. 5 رو بدم به G 2 5 تا 10 منهای 1 9. پس این میشه F9. خب این شد F9. حالا F9 به جای x F 9 قرار بده میشه رادیکال 9 که میشه 3. پس این شد 3. یعنی FOG 5 شد 3. بریم سراغ G2. G2 یعنی به جای x های G 2 قرار بده 2 تا 4 منهای 1 میشه 3. خب پس این هم شد 3. 3 برابر با 3 و کاملا درست هستش. اما سوال 15. اگر ورودی ماشین مقابل 3 باشد مقدار خروجی آن چقدر است؟ اینو بهش میگن یه ماشین ورودی چیه؟ x هستش. اینو میده به این تولید میشه. دوباره اینو میده به بعدی و خروجی تولید میشه. سوال گفته ورودی این ماشین چنده؟ 3 هستش. ورودی این ماشین 3 هستش یعنی 3 رو بده به این تابع. اگه 3 بدم 2 3 تا 6 منهای 2 4. الان این باکس شد چند؟ 4. حالا این 4 ورودی بعدیه. 4 قرار بدم یعنی به جای x های این باید مرحله قبلش یعنی 4 رو قرار بدم. میشه 4 به روی خب رادیکال 4 که میشه 2 به اضافه 1. پس خروجی میشه چند؟ 4 سوم. اما بریم سراغ سوال 16. میگه با توجه به نمودارهای توابع F و G مقادیر زیر را در صورت وجود بیابید. سوال گفته FOG منفی 1. FOG منفی 1 یعنی FG منفی 1. اول منفی 1 رو بده به G. این تابع G هستش. منفی 1 رو بهش بدم میشه چند؟ منفی 3. پس منفی 1 رو بدم این میشه منفی 3. پس این میشه F منفی 3. حالا F منفی 3 رو میخوام. F منفی 3 میشه چند؟ 1. پس پاسخ این شد 1. بعدی GOF 0. GOF 0 یعنی G F 0. اول 0 رو میدیم به F. 0 رو بدیم به F این F هستش. 0 رو بهش بدیم میشه چند؟ 2. پس این میشه 2. سوال از من G2 رو میخواد. حالا G2 این تابع GX هستش. بهش 2 بدم میشه چند؟ منفی 6. پس اینم پاسخ شد منفی 6. بعدی گفته FOG 1. FOG 1 یعنی FG 1. اول 1 رو میدیم به G. G اینه. اگه بهش 1 بدیم میشه چند؟ منفی 5.
پس این میشه -5. سوال از من f -5 رو میخواد. f -5 این تابع f -5 بهش بدم میشه چند؟ میشه 3. بعدی g o f -1 رو میخواد. میشه g f -1. اول -1 رو میدید به f. این تابع f هستش. -1 رو بهش بدم میشه چند؟ 1. پس f -1 میشه 1. سوال از من g 1 رو میخواد. g 1 این تابع g هستش، ورودیش 1 باشه یعنی xش 1 باشه، خروجی یا y چنده؟ -5. اینم از این سوال. اما بریم سراغ سوال بعدی. گفته با توجه به جدول زیر مقادیر خواسته شده را به دست آورید. سوال گفته الفش این جدوله بچه‌ها، این مقادیر x، این تابع یعنی این fx گذاشته به ازای این x ها، یعنی مثلا x مون -1 باشه fx مون میشه 0، x مون 0 باشه fx -1، x مون 1 باشه fx 2، x مون 2 باشه fx مون که حالا میشه f2 میشه -5. دوباره اینم gx هستش. خب سوال از من GOF 1 رو میخواد. GOF 1 یعنی G F 1. اول 1 رو میخوام بدم به F. 1 اینه، بدمش به F میشه چند؟ میشه 2. پس اگه 1 رو بدم به F میشه 2. حالا سوال چی رو میخواد؟ G 2 رو میخواد. یعنی 2 رو میخوایم بدیم به G. این 2 هستش، بدیمش به G میشه چند؟ -2. این از این. بریم سراغ بعدی گفته f o f به اضافه g 0. اینو به این صورت می‌نویسید. این o رو به این صورت می‌نویسید f به اضافه g 0. بچه‌ها f به اضافه g 0 یعنی f 0 به علاوه g 0. یه بار دیگه اینو توضیح بدم. f o f به علاوه g 0 یعنی این o رو تبدیل کن به یه پرانتز به این صورت. حالا این 0 رو هم باید به f بدی هم به g، چون f به علاوه g 0 میشه f 0 به علاوه g 0. f 0 مون چنده؟ f 0 مون -1. پس f 0 -1. g 0 رو بدی به g میشه چند؟ میشه 3. g 0 هم میشه 3. بعد -1 به علاوه 3 میشه 2. حالا f2 رو میخواد. f2 میشه چند؟ -5. اینم از این سوال. اما سوال 18 گفته اگر fx x منهای 2 باشه، gx هم x به توان 2 منهای 1 باشد، دامنه و ضابطه GOF را به دست آورید. اول من برم ضابطه‌ش رو بنویسم. GOF میشه g fx. gfx میگیم همون gx فقط به جای xش کی قرار گرفته؟ f قرار گرفته. همون gx تو فقط به جای xش f بذار، میشه f به توان 2 منهای 1. f به توان 2 منهای 1. حالا تو میدونی که f چیه؟ x منهای 2 هستش. به جای f x منهای 2 بذار x منهای 2 به توان 2 منهای 1. حالا اگه دوست داشتی این اتحاد مربع رو بازش کن. اولی به توان 2 منهای 2 برابر اولی در دومی که میشه 4x، دومی به توان 2 میشه 4. ببین یه 4 اینجا داره، یه منهای کم هست، یه بنویس به علاوه 3. بریم سراغ دامنش. دامنه GOF. دامنه GOF. پس دامنه GOF. دوستان دقت داشته باشید، دامنه رو بخواید به دست بیارید، حتی اگه کامل هم درست بنویسید ولی تعریف دامنه رو ننویسید، بخشی از نمره رو از دست میدید. اول تعریف دامنه رو بنویسید. x عضو دامنه f. x رو میخواید بدید به کی؟ به f. پس x عضو دامنه f به شرطی که، به قسمی که خود fx رو میخواید بدید به g. پس fx
عضو دامنه G هستش. این از این. پس این شد تعریف دامنش. حالا جایگذاریش رو انجام میدید. در نتیجه X عضو دامنه F. بچه دامنه F مگه F چند جمله‌ای نیست؟ دامنه توابع چند جمله‌ای R هستش. یعنی X عضو R. X عضو R به قسمی که حالا fx عضو دامنه G. fx مون چیه؟ x منهای 2 هستش. عضو دامنه G. دامنه G چیه؟ دوباره تابع چند جمله‌ای. دامنش چیه؟ R هستش. بچه ها x عضو R یعنی x از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت، یعنی R. دوباره x منهای 2 هم عضو R. خب دوباره x هر چیزی بذاری عضو R هست. دوباره اینجا x از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت. ببین x منهای 2 عضو R یه چیز کاملا بدیهیه دیگه. x منهای 2 که قطعا عضو R هستش. پس اینجا x عضو R، اینجا هم x عضو R، یعنی x منفی بینهایت تا مثبت بینهایت، x از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت که اشتراکشون باز، یعنی این چرا میگم اشتراک؟ این به قسمی که هست اینجا در واقع حکم همون اشتراک رو داره. یعنی اینو حساب میکنی منفی بینهایت تا مثبت بینهایت، اینم حساب میکنی منفی بینهایت تا مثبت بینهایت. اشتراکشون میشه چی؟ از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت. یعنی سوال که دامنه G و F رو میخواد میشه از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت، یا همون R هم میتونید بنویسید. فقط من اینو یکم بیشتر توضیح بدم. بچه‌ها x عضو R یعنی الان محدوده x تون از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت. x منهای 2 هم عضو R باشه، اینم باز محدوده x تون R. خب ولی ممکنه بعضیاتون مشکل داشته باشید x منهای 2 عضو R باشه. یعنی چی؟ یعنی x منهای 2 از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت. بعد طرفین رو به علاوه 2 کن، این میشه x. خب منفی بینهایت به علاوه 2 خب همون منفی بینهایت، مثبت بینهایت به علاوه 2 هم همون مثبت بینهایت. دوباره محدوده x تون اینجا چیه؟ از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت. بعد این حکم همون اشتراک رو داره. این به قسمی که یعنی همون چی؟ یعنی اشتراک. اینجا الان اشتراک این دوتا همین میشه. اما بریم سراغ سوال آخری که توی این جلسه حل میکنم. fx رو داده، gx هم داده، دامنه FOG رو با استفاده از تعریف به دست آورید. دامنه چی رو میخواد؟ FOG. پس سوال از من دی FOG. FOG هم یعنی FGX. دامنه اینو از من میخواد. تعریفش اول X عضو دامنه G. X عضو دامنه G به شرطی که یا به قسمی که GX عضو دامنه F باشه. GX عضو دامنه F باشه. خب بریم جایگذاری کنیم. x عضو دامنه G یعنی x عضو دامنه G. دامنه G یه چند جمله چیه؟ R هستش. پس میشه x عضو R به قسمی که gx چیه؟ 3x منهای 1 باشه. عضو دامنه F. دامنه F الان یه تابع کسری هستش. دامنه توابع کسری میشه R منهای ریشه مخرج. ریشه مخرج بخوای به دست بیاری، مخرج مساوی با 0 قرار میدی، 2x شده 0، پس x میشه 0. پس دامنه تابع F میشه R منهای 0، یعنی R منهای ریشه مخرج. الان ریشه مخرج فقط چنده؟ 0. پس این میشه R منهای 0. به این صورت. بچه ها الان یه مدل نوشتنش اینجوریه. خب یعنی میگید gx که هست 3x منهای 1 عضو دامنه f باشه. دامنه f هم که میشه r منهای 0. 0 چون ریشه مخرج بود. خب حالا یه جور دیگه هم میتونید بنویسید. مگه نمیخواید بنویسید gx عضو دامنه f یعنی 3x منهای 1 عضو دامنه f. دامنه f مگه نمیشه r منهای ریشای مخرج؟ یعنی این همه چی هست دامنش به جز 0. پس این gx که میخواد عضو دامنه f باشه، این همه چی به جز 0.
یعنی این همه چی میتونه باشه به جز صفر. پس میتونه بنویسی مخالف صفر. گرفتی چی شد؟ خب x عضو r یعنی از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت. بعد 3x منهای یک مخالف صفر، اینجا می‌نویسی 3x منهای یک، یعنی پایین می‌نویسی 3x منهای یک مخالف صفر، بعد 3x مخالف یک و x مخالف یک سوم. انگار یه معادله داری حل می‌کنی. پس x مخالف یک سومه. اینجا x از منفی بی نهایت تا بی نهایته. اینجا x همه چی هست به جز یک سوم. x مخالف یک سوم یعنی هر چیزی به جز یک سوم. اشتراک بگیری پس دامنه FOG میشه همه چی به جز یک سوم، چون این همه چیزه، این هم همه چیز به جز یک سوم. پس اشتراکشون میشه R یعنی همه چیز منهای یک سوم. یا میتونی بنویسی از منفی بی نهایت تا یک سوم باز اجتماعش از یک سوم باز تا بی نهایت. این دوتا هیچ فرقی با هم ندارند. حالا به نظر این راحت‌تر نوشتنش، ولی فرقی با هم ندارند. خب تا همینجا داشته باشید. انشاءالله جلسه بعد ادامه سوالا رو حل خواهیم کرد. تا جلسه بعد شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.